فرض کو کسی هستی که تصمیم گرفتی که از یک انسان مردد ضعیف و ترسو به یک شخصیت قوی و یک انسان با اعتبار تبدیل شوی. یک تغییر وقتی ممکن است که توی سه عنصر را که برات میگم در زندگیت پیاده بسازی. قدم اول، مرحله از بچه که این مرحله را بتونی سپری بکنی، مرحله بعدی خیلی برات راحت میباشه. کنترل خودت، یعنی تصمیمایی که میگیری، احساساتی که سر تو میاد و دشمن تو هستن، بفهمی که چطور اینا را کنترل بکنیم و چطور آگاهانه رفتار بکنیم، نه که برده احساسات و هوای نفست شوی. قدم دوم، مسئولیت پذیری کامل. هیچ کسی را و هیچ شرایط را مسئول و مقصر حال بدت ندار. خودت هم سرزنش نکو و نتایج زندگیت را بپذیر و خودت را مسئول ساخت آیندهت بدان. قدم سوم و قدم اول یکی از عنصرهای مهم تغییر شخصیتی هستند. عمل کردن مداوم با هر شرایطی که هست، بدون هیچ بهانه. اگر انگیزم نداری، اگر شرایط بد است، هر چیزی که هست، لازم نیست بسیار کار کلان بکنیم. اگر تو روزانه یک قدم یا 1% رشد بکنی، در 1 سال 365% میشه که از خیلی آدم ها که تو بهتر میباشی.